اگه هنوز صاحب بازوبند و پیراهن شماره 24 پرسپولیس بود، در لحظات دشوار این یک دهه بیوقف خودش و وقف ترسیم هندسه لبخند روی چهره طرفداران پرسپولیس میکرد. تیمی که تماشای زندگی بدون کاپیتان رو حتی در تلخ‌ترین لحظات هم متصور نبود. 10 سال پیش وسط هجوم این تقویم پرحادثه، کاپیتان هادی مسیر وداع ابدی با هواداران رو انتخاب کرد. آخرین حمله هادی نوروزی به سمت دروازه قلب ما طراحی شده بود. دروازه‌ای که هیچ مدافعی بعد از شنیدن این خبر تلخ نداشت. چه گلی زد هادی نوروزی. این موقع بازیکن پرسپولیس جهانی دروازه گل میشه توسط هادی نوروزی. وقتی در اولین دربی بدون هادی نوروزی ملودرام سکوت اون دقایق ویرانگر بر آزادی حاکم شد، تازه متوجه شدیم شماره 24 برای همیشه ما رو تنها گذاشته. تا ما بگیم حیف، چقدر دردناک که شریک روزهای تلخ پرسپولیس بود، اما وقتی که عروسی به کوچه ما هم رسید، از آسمون نظاره‌گر این همه جام و افتخار شد. 5 شنبه 9 مهر 94 کاپیتان محجوب پرسپولیس برای همیشه نام خودش رو از زمین فوتبال به چارچوب قلب هواداران پرسپولیس الساق کرد. یه پیوند ابدی بین ما و کاپیتان شماره 24.